به نام خدا، وقت بخیر. سجاد حقزاده کلیدبری هستم، استاد دانشگاه زنجان. امروز میخوام در مورد مدل سیم صحبت بکنم و صحبت های ما دو بخش خواهد. بخش اول یک کد وریلاک خواهیم زد و از محیط مدل سیم استفاده میکنیم برای اینکه ویو فرم ها یا مقادیری که به پالس های ورودی میدیم و در نهایت خروجی باید مشاهده بشه رو بررسی میکنیم. گام بعدی اتوماتیک بار این کار انجام میشه، اونم به این صورت که ما یک کد وریلاک تحت عنوان تست بنچ مینویسیم. این تست بنچ به ورودی های تابع اصلیمون مقدار میده و مقادیر خروجی رو به صورت یا گرافیکی یا به صورت پرینت شده خواهیم دید. خب، نرم افزار مدل سیم طبق این شکلی که آوردیم، ما یک کد تست بنچی هستش که تابع اصلی، یعنی درون تابع یا بخش تست بنچ اون هستش و دیزاین آندر تست یا ماژول اصلیمون رو فراخوانی خواهد کرد و اصطلاح اینستانشییت میکنه، به ورودی ها مقدار میده و خروجی ها رو چاپ خواهد کرد. من برم سراغ محیط نرم افزار. شما اگر روی نرم افزار کلیک بکنید چنین محیطی باز خواهد شد و میتونید پروژه رو توی این محیط تعریف کنید. موردی که ما میخواییم بررسی بکنیم یا مثالی که ما میخواییم بررسی بکنیم یک جمع کننده 4 بیتی هستش که میخواییم بررسی بکنیم و به این صورتی که شما مشاهده میکنید کد وریلاگش رو داریم. شکل یا سمبل مرتبطش تو این بخش نشون داده میشه که قرار این جمع رو برامون انجام بده. خب، برای اینکه یه پروژه‌ای تعریف بکنیم این بخش فایل خواهیم رفت، نیو رو میزنیم، پروژکت رو انتخاب میکنیم. از همون خواسته شده که یه اسمی برای پروژه بذاریم و یک آدرسی یا اون لوکیشن مرتبط با پروژه رو انتخاب بکنیم. دو نکته باید اینجا بهش اشاره بکنیم. ما هر دو حالت رو خواهیم دید. یا حالت اینه که ما فایلی نداریم یا قبلا کد وریلاگی نوشته نشده، create new فایل رو میزنیم، یا اگر فایلی داریم و باید به پروژه اضافه بکنیم میریم سراغ دومی. ما اولی رو میزنیم create new فایلی که میتونیم ازش به عنوان محیطی که قرار کد زده بشه استفاده بکنیم. خب، اسم پروژه یا اسم فایل رو میذاریم همون عدد فوری که داشتیم. اینجا انتخاب میکنیم که وریلاک باشه و به این صورت ما اوکی رو میزنیم. خب، این بخش رو میبندیم و اگر دقت بکنید با دابل کلیک کردن روی اون دات وی که داریم یک محیطی باز میشه که شما میتونید کد رو اونجا تایپ بکنید. خب، من به این صورت
اینپوت رو تعریف کردم، آوتپوت رو تعریف کردم و به این صورت جمع که برابر با a پلاس b بود رو وارد کردم. اند ماژول رو هم میزنم. خب کد آماده شد. خب برای اینکه ادامه بدیم باید وارد کامپایل بشیم. میتونیم کامپایل اول رو بزنیم و منتظر میمونیم تا خروجی مرتبط تولید بشه. اگر دقت بکنید این بخش یا این ویندوی پایین نوشته شده که کامپایل با موفقیت صورت گرفته و این علامت تیک درستی هم تایید کننده این موضوع یا صحبت هستش. خب برای اینکه فانکشنال وریفیکیشن رو انجام بدیم میایم روی لایبرری که داریم و راست کلیک میکنیم، سیمولیت رو میزنیم و به این صورت یک محیطی باز میشه. توی این محیط شما هر کدوم از این سیگنال هایی که مد نظر دارید رو میتونید وی فرمش رو ببینید. کافیه من یک راست کلیک انجام بدم و اد ویو رو داشته باشم. به این صورت این سیگنال توی یک محیطی که من میتونم خروجی رو ببینم و حالا پالسه مرتبط رو ببینم اضافه میشه. برای سیگنال B هم میتونیم هم کار رو انجام بدیم، برای سیگنال C هم به همین صورت میتونیم این کار رو انجام بدیم. میتونیم به این سیگنال ها مقدار بدیم. باز با راست کلیک کردن شما فورس میکنید یک مقداری رو میتونید به این سیگنال ها بدید. مثلا یه چنین مقداری رو من میدم. اینجا هم میتونم این کار رو انجام بدم و به این صورت این مقداردهی انجام بشه. در نهایت میتونم این آیکون رو بزنم و اجرا صورت بگیره. ملاحظه میکنید خروجی مرتبط تولید شد. میتونید زوم بکنید و مقادیر رو ببینید. یه جمع کننده بود و دو تا مقدار با هم جمع شد و به این صورت خروجی تولید شد. این اولین مسیر بود که شما بدون نوشتن تست بنچ صرفا با نوشتن کد وریلاگ و از خود محیط مدل سیم استفاده کردید و این خروجی تولید شد. بریم سراغ بخش بعدی. با این فرض که ما تست بنچ رو داریم و خود تابع اصلی رو هم داریم و مجددا میخوایم یک پروژه دیگه ای تعریف بکنیم و از بخش existing فایل میخوایم اقدام بکنیم. من این محیط رو میبندم و مجددا پروژه رو باز میکنم. خب از این بخش اقدام میکنیم، کلوز پروژکت رو میزنیم و دنبال این هستیم که یک پروژه دیگه تعریف بکنیم. باز نیو پروژکت رو من میزنم به این صورتی که مشاهده میکنید. از اما آدرس خواسته، مسیر خواسته و اینها رو انتخاب میکنیم. چون فایل داریم من existing فایل رو میزنم و میرم آدرسی که باید انتخاب بکنیم و فایل ها رو قرار بدیم. دکمه بروز رو میزنم. به این صورت این دوتا فایلی که داشتیم ادر و تست بنچ رو اوپن میکنم. اوکی رو میزنم. کلوز رو میزنم. دقت بفرمایید هم تابع اصلی و تست بنچ که توضیح خواهیم داد رو توی این محیط داریم. خب باز مثل قبل میرم تو بخش
کامپایل اول رو میزنم و منتظر میمونم که ارور هایی که وجود داره رو بررسی بکنیم. خب اگر دقت بکنید توی بخش تست بنچمون خطا داریم، روش کلیک میکنیم، خطاها رو بررسی بکنیم. این خطاهایی که قابل مشاهده است وارد کد میشه. خب برای برطرف کردن خطاها اینجا سمیکالون اگر بذاریم، مجددا کامپایل رو بزنیم، خب مشاهده میکنید که خطاها برطرف شد و به این صورت هر دو تا فایلمون به درستی کامپایل شد. خب تو ادامه وارد بخش سیمولیت میشیم، استارت سیمولیشن رو میزنیم و فایل مرتبط رو انتخاب میکنیم. میتونیم این تیک رو برداریم، اپتیمیزیشن رو نداشته باشیم و در نهایت اوکی رو میزنیم. خب اگر دقت بکنید یه چنین صفحه‌ای باز میشه. این بخش شامل برنامه اصلی و تست بنچمون تو این بخش قرار گرفته و البته برنامه اصلی و تست بنچمون اینجا قرار گرفته. این هم همون سیگنال های موجودی هستش که توی برنامه تست بنچمون ما داریم. این بخش سیگنال های یک دو برنامه تست بنچ داریم. حالا برای اینکه ما بتونیم شکل موج‌ها یا مواردی که دوست داریم رو اضافه بکنیم، میایم تو این بخش اد تو ویوی که داریم و در نهایت این گزینه all items in regime رو انتخاب میکنیم و اگر ملاحظه بفرمایید میتونیم به واسطه انتخابی که داشتیم همه متغیرها رو تو این بخش داشته باشیم، زمینه که میتونستیم با راست کلیک کردن مثل بخش‌های قبلی که دیدیم تک تک موج‌ها رو و اونایی که علاقه‌مند هستیم رو اضافه بکنیم. خب تو ادامه میایم تو بخش همین سیمولیت و ران اول رو میزنیم. اگر دقت بکنید اینجا میتونیم با زوم کردن تغییراتی که ایجاد شده رو به این صورت ببینیم. اگر برگردیم به کدی که داشتیم، کد به این صورت بود که من تو این فایل بیارم، به این صورت بود که هر بار قرار بر این بود که A که مقدار I میگیره با A به علاوه 5 جمع بشه. پس اولین تکرارمون مقدار 5 خواهد بود، مقدار بعدی 1 به علاوه 6 خواهد بود. به این صورت ادامه پیدا میکنه که این تغییرات رو ما داریم اینجا میبینیم و به این صورت تغییرات به چشممون میاد. یه نکته هم که حائز اهمیته، شما اگر روی هر کدوم از این سیگنال ها کلیک بکنید با بخش پراپرتیز میتونید فرمت و یا نمایش سیگنال رو تغییر بدید و داشته باشید. این کار رو هم میتونید انجام بدید. گام بعدی که میخوایم ادامه بدیم به این صورت هستش که میخوایم نتایج رو به صورت متنی هم ببینیم. میخوایم به صورت متنی هم یه سری نتایج رو ببینیم. برای این کار میتونیم وارد پراجکت بشیم، فایل تست بنچ رو باز بکنیم و یه سری خط ها به این
اضافه بکنیم. من میام زیر این بخش دیلی که داریم اینجا توابعی مثل دیسپلی رو اضافه میکنم و این خطوط رو تایپ میکنم. فرمت نمایش‌ها رو میشه عوض کرد. اگر دقت بکنید خطوط بالایی و پایینی توی این نمایش حالا باینری و دسیمالش که با هم فرق میکنه. من به این صورت بالایی ها دسیمال هستش و پایینی ها رو هم باینری تعریف میکنم. این خط کدیه که ما اضافه کردیم به این صورت و میتونیم از دستوراتی مثل مانیتور یا دیسپلی استفاده بکنیم. خب من کامپایل رو میزنم، با خطا مواجه شدیم. نگاه بکنید، میتونید به خطا کلیک بکنید و اگر دقت بکنید دابل کوتیشن رو یادمون رفته. به این صورت من اصلاح رو انجام میدم، مجددا سیو رو میزنم و کامپایل اگر دقت بکنید بدون خطا کد اجرا شد. خب برای اینکه یه خروجی رو بتونیم ببینیم مجددا کامپایل رو که زدیم وارد استارت سیمولیشن میشم، اینو میزنم، تابع رو انتخاب میکنم و به این صورت اوکی رو بزنیم چنین محیطی باز میشه. مجددا میاییم برای وی فرم هایی که داریم، میتونیم وی فرم ها رو انتخاب بکنیم و در نهایت این ران اول رو میزنیم که بتونیم هم تغییرات رو تو این صفحه ببینیم به این صورتی که میبینید و هم اگر این پایین رو ملاحظه بفرمایید ما میتونیم اون خروجی ها یا اون مواردی که به واسطه استفاده از توابع دیسپلی داشتیم به صورت متنی خروجی های مرتبط رو ببینیم. دو حالت